شرف مدیا تقدیم میکند. Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. ازدواج کنید فرصت تموم شد. چی شده؟ لابد یه بمب منفجر شده تو ساختمون. این صدای انفجار بود. کمک! کمک کنید! آی کمک! کمک کنید! آی پا! آی خدا آی پا! درد میکنه! آی! چی بود؟ از نمایش کوچیکم خوشت اومد اصلا. این تازه شروعش بود. خانواده اصلا باید توابان اعمالشو پس بده. کمک! کمک! کمکم کنید! بابا من این طرف افتادم، کمکم کنید! ادا! هارون! وای خدا! هارون! آی! خدا! کمک کنید! یکی بیاد به این کمک کنه! کمک کنه! کمک کنه! سرم داره میترکه! کمک کنه! ادا! یکی به دادمون برسه. کمک کنید. خدا کمک. فکر کردم برات اتفاقی افتاد. منم همین فکر میکردم. درد میکنه. اینجا چه خبره؟ برام مهم نیست.
خوبی دیگه؟ آره چیزی نیست؟ یه لحظه فکر کردم از دست دادمه، فکر کردم مردی. من همیشه کنارتم ادا، بدون تو هرگز اصلا ممکن نیست. هر کاری میکنم نمیشه ادا، نمیتونم فراموشت کنم. اینو یه بار دیگه فهمیدم. منم نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم ازت دور. اگر اصلا چاره ای میکنه بذار همه برن، ولی تو بمونه ده. کافیه فقط تو بمونی. نمیخوام بدون تو زندگی کنم. ازم دور نشو، ازم فرار نکن. هیچ وقت دور نشدم. چطور میتونم برم؟ وقتی اینقدر عاشقتم چطور میتونم برم؟ عشقم عشقم عشقم. ادا آرون عزیزم، شما خوبی؟ آره خوبی. آرون عزیزم خوبی؟ شما خوبی؟ آره خوبم. دیگه تموم شد، باید از اینجا بریم. آقا آرون، تا جایی که من متوجه شدم این یه بمب صوتی بوده. کسی که این کارو کرده میتونسته کل ساختمون رو منفجر کنه. معلومه فقط میخواسته بترسونه. ولی کار کی میتونه باشه؟ کی جرأت کرده؟ چه خبره هارون؟ اول انفجار بخش تولید، الانم اینجا. کی با ما دشمنی داره؟ نمیدونم ولی بالاخره میفهمی. بیا عزیزم، بیا بریم تو. صورتتو بشور حالت بهتر شه. زود باش بیا. بیا. شما هم بفرمایید. به همه خبر بدی؟ به تمام ارگانا زنگ زدم. باشه به زخمی کمک کنیم. حالش خوبه؟ زیاد تکونش ندین، آمبولانس الان میرسه. تو خوبی؟ تو خوبی؟ زنگ میزنم آمبولانس بیاد. خیلی خوب. بیا عزیزم، دیگه تموم شد. پس آب چی شد؟ اومدم خانم، بفرمایید. ممنونم. بیا بگیرش. آبجی، معنی این انفجار چیه؟ یعنی یکی میخواد به هارون آسیب برسونه؟ نمیدونم ادا. اول انفجار خط تولید، حالام این. خیلی ترسیدم برای هارون اتفاقی افتاده باشه. حتی نمیخوام فکرشو بکنم. هنوز پاهم داره میلرزه. عزیزم تو خوبی؟ خوبم ملدا. کیف تو پایین جا گذاشتی؟ خیلی ممنونم. من دیگه باید برم. ملدا تو هم همراه ادا برو خونه. نه، نمیخوام تنهات بذارم. منم نمیخوام برم خونه. میرم بیمارستان پیش تولگا. هنوز بهش نگفتم که پول جور کردم. پس میگم دوان تو رو برسونه. نه نیازی نیست. دوان لطف میکنی بیای اتاق ملدا خانوم؟ بیا بریم دستشویی. یا آبی به صورتت بزن. بیا. آقای دکتر وضعیتش چطوره؟ سعی کردیم فعلا تنگی نفسشو برطرف کنیم، ولی بررسیامون ادامه داره. اما این مشکل به این زودی حل نمیشه، نیاز به زمان بیشتری داره. خب میتونم فعلا ببرمش خونه آقای دکتر؟ البته اگه میخوایم میتونین کاراشو انجام بدیم. باشه، خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. روز بخیر.
بفرمایید. ممنون پسر. روز بخیر. اسم بیمارتون؟ مسعود آلتینسوی. ببینین چیزه الان پول همراه نیست. خب نمیشه سند بذارم. سند؟ بذار با رئیس صحبت کنم. حالا که پول نداری پس اینجا چی کار؟ یه دقیقه داداش ببینم. تو چی گفتی؟ هیچ. هرچی که الان گفتی و یه بار دیگه تو صورتم بگو. من باید سر کله بزنم. هم پول نداری همین رفتارته. پول نداشتی باید میرفتی بیمارستان دیگه. بگو ببینم تا حالا شده مادر جلوی چشات مثل شمع آب بشه؟ وقتی مادرت از درد به خودش میپیچه تو میتونی به زور بخندی ها؟ وقتی مادرت نفس کم میاره تو هم حس خفگی کردی یا نه؟ بگو دیگه، بگو لعنتی، بگو ها؟ میفهمی یا نه؟ آقا ولش کن. یالا بگو لعنتی. کشتیش. بگو دیگه لعنتی. یالا بگو. آروم باش. ولم کنیم بابا، ولم کنیم. نگرانیتون رو میفهمم. تحقیقات ما ادامه داره. معمولاً بمب صوتی به منظور هشدار استفاده میشه. اگه نتیجه‌ای بگیریم حتما با شما در میون میذارم. خیلی متشکرم جناب کمیسر. یه لحظه فکر کردم از دست شدم. فکر کردم مردی. من همیشه کنارتم میگم. بدون تو هرگز ممکن نیست. هر کاری میکنم نمیشه ادا. نمیتونم فراموشت کنم. اینو یه بار دیگه فهمیدم. منم نمیتونم. هر کاری میکنم نمیتونم ازت دور بشم. اگه رفتن چاره ای میکنه بذار هم بده. ولی تو بمونه. کافیه که تو بمونی. نمیخوام بدون تو زندگی کنم. ازم دور نشو. ازم فرار نکن. هیچ وقت دور نشدم. چطور میتونم برم؟ وقتی اینقدر عاشقم چطور میتونم برم؟ وای من چی گفتم؟ وای ادای احمق چطور همچین حرفی زدی؟ داره تحقیق میکنه. حتما به نتیجه میرسیم. اگه بمب واقعی بود چی؟ آره یکی به نظر خودش سعی داره ما رو بترسونه. بله بطوف. پس کجایی هارون؟ خیلی وقت منتظرتم. برای شرکت یه مشکلی پیش اومده. شب میبینمت. برای توضیح میدم. چی شده؟ اتفاق بدیه؟ شب بهت میگم. باشه هر چی تو بگی. با مامورا صحبت کردم. هشدار دادم که خیلی مراقب باشن. درسته نمیخوایم اتفاقی بیفته ولی ممکن این حادثه آخر نباشه. درسته. هر کاری لازمه انجام بدین. اوف. یعنی همیشه باید با استرس زندگی کنیم. چه خبره بچه ها؟ اوضاع چجوریه؟ خوش اومدین بابا جون. بفرمایید. ما هم سعی داریم همینو بفهمیم. میشه لطفاً چند دقیقه ما رو تنها بذاریم؟ حالا که اینطور میخواین باشه. چه خبره هارون؟ پدر فکر نمی کنی الان وقتشه که روک حرفمونو بزنیم؟ این مرد کیه؟ از خانوادهمون چی میخواد؟ بهت گفته بودم. پدر شما هیچی به من نگفتی. این رقابت نرمال نیست. مسئله دیگه این وسط هست و من چون چیزی نمیدونم دست و پام بسته است. کسی از تو چیزی نمیخواد. هر کاری لازم باشه من انجام میدم. با کتککاری؟ معلومه یه زمانی یه سریا رو بدجوری آزار دادی که این اتفاقات داره میفته. الان داره تک تکشون سرمون میاد. پدر هارون تو چی داری میگی؟ چطور میتونی با من اینطوری حرف بزنی؟ بابا قبل از انفجار یه تلفن داشتم.
اونی که این کارو کرد تهدیدم کرد و گفت خانواده یرسلان باید تاوان اعمالشون رو پس بدن. اینو به پلیس گفتی؟ نه، به کسی چیزی نگفتم. لطفا ازم چیزی رو مخفی نکن پدر. حق دارم واقعیت رو بدونم. دونستن واقعیت؟ نگران نباش. وقتی به سن من برسی تو هم یه سری رازهایی خواهی داشت، رازهایی که حتی به پسرت هم نمیتونی بگی. این درست نبود. رسما ما رو از اتاق بیرون کردن، انگار جزو خانواده نیستیم. نمیفهمم چرا کنار ما حرف نزد، انگار که اسرار حکومتی بوده باشه. حالا گیرم من دامادم، ولی تو که خواهرشون هستی. حتما بابا تو و هارون یه سر و سری با هم دارن، اسرار بزرگی که دوست ندارن کسی بدونه. یعنی چی؟ منظور چه سریه؟ تو نباید اینقدر ساده باشی. یعنی هنوز متوجه نشدی؟ چیزی که ما رو آسوده نمیگذاره گذشته فیاض اصلانه. اینو همه میدونن، اینو هم هارون میدونه هم بابات. براک میشه اینقدر گندش نکنی؟ من اخراق میکنم؟ مگه اتفاقاتو نمیبینی یه شیل؟ ها؟ اول انفجار کشتی، امروز بمب، فردا چی؟ داداش اینقدر فکر نکن، میدیم دیگه. ولی حسابشو رسیدی یا؟ آفرین به تو پسر. یعنی چی؟ اون باید وظیفه‌شو انجام بده. چیکار به جیب مردم داره؟ به خدا عجیبه. خوب کردی. سلام. خوبه که اومدی ادا. این که حرف نمیزنه، اعصابمونو خورد میکنه. یه خبر خوب دارم. یه سر رفتم پیش خواهرم، در مورد وام ازش کمک خواستم. خب وامت درست شد، فردا میتونی بری بگیری. چی؟ یعنی به همین سادگی؟ به آدمی مثل من وام در عرض یه روز؟ ادا مسخره نکن، این شوخی اصلا جالب نیست. نه شوخی نیست، پول حاضره. خب تو چطوری تونستی؟ میشه بگی؟ آبجیم از هارون کمک گرفت، اونم به بانک زنگ زد. هارون ها؟ ادا تو چطور همچین کاری کردی؟ چطور میتونی کاری کنی که من جلوی کسی که باهاش دعوا کردم دست دراز کنم؟ چه ربطی داره تولگا؟ لطفا اینطوری فکر نکن. قسطا رو تو قراره پرداخت کنی. نه خودشو میخوام، نه صدقه‌شو. میدونی که پولی که از اون به من برسه رو نمیخوام. سلام علیکم، خسته نباشی استاد جمیل. ای والله، خوش اومدی. خوش باشی. داداش سرمت منو فرستاد گفت سلام برسون. سلام برسونی. ضمنم بلا دور باشه، مثل اینکه به خیر گذشته. ممنونم، خدا بهمون خیلی رحم کرد. هرچی باشه محل کسب دیگه، ولی خب اوضاع رو به راهه. نه رو به راه کردیم، ولی این کارا باعث شد نتونم بدهی آقا سرمدو به موقع بدم، ولی بهشون بگین در اولین فرصت جورش میکنم. میفهمم، ولی پرداخت به موقع به نفعتونه، چون برای باقی بدهیتون بهره باید بدین. بهره؟ خب ما هم باید بدهیامون رو صاف کنیم، اینو که میدونی. البته، مگه میشه نه؟ باشه دیگه، من میرم، خسته نباشین، خداحافظ. سلامت. کرم کجاست؟ نمیدونم استاد، گفت کار دارم رفت. چجوری اینجا رو پیدا کردی؟ بعد از اونجایی که دیروز رفتیم فقط همینجا بود که میتونست حال منو جا بیاره. خب مگه کافه دیروز چه ایرادی داشت؟ ای بابا، تو به اونجا میگی کافه؟ مگه بچه‌های اونجا رو ندیدی چه بچه‌های داغونی بودن؟ یعنی این منظورت چیه؟ منم معمولا اونجا میرم. منظوری نداشتم، به خودت نگیر. نکنه نمیخوای کنارم باشی.
من حاضرم حتی واسط بمیرم. گلم خوشگله. تو خیلی با نمکی. یهو دلم خواست. چه باحال. ببین یه چیزی میشه صحنه آهسته همین بوسه رو دوباره بیارم؟ بابا دمت گرم، عشق کردم. بابا خیلی باحال بودی، نمیدونستی. هی خودشو لوس میکرد واسه ما. کی مرخص میشم پسرم؟ یکم دیگه میریم مامان. باید یه سری کارا انجام بشه. تو یکم استراحت کن، الان میام. باشه؟ ادا شماره هارون رو بده به من. یعنی پولو میگیری؟ نه. خب تولگا برای چی این کارو میکنی؟ وقتی فردا میتونی بری پولو از بانک بگیری چرا ردش میکنی؟ چون دعواتون شده؟ ادا این مشکل منه. نمیخوام هارون تو این کار دخالت کنه. شماره رو میدی یا نه؟ آره؟ الو. روز بخیر آقا هارون. منم تولگا. سلام تولگا. از بیماری مادرت خیلی متاسفم. درکت میکنم. خدا بد نده. متشکرم. من زنگ زده بودم که بگم بابت کمکتون ممنونم ولی نیازی نیست. پولو نمیگیرم. که اینطور باشه، هر طور راحتی. به نظرم بهتره که خوب فکر کنی. بعد از عمل خرجای اضافی ممکنه پیش بیاد. به نظرم اشکالی نداره که بخوای بگیریش. خیلی ممنونم ولی همونطوری که گفتم نمیخوام. خدا نگهدار. چی گفت؟ هیچی. گفت خدا بد نده. این پسره داره چی کار میکنه؟ چطور قبول نمیکنه؟ شایدم غرورش اجازه نمیده. اون عاشق مادرشه، چطور غرورش اجازه نمیده؟ ادا چه کارایی کرد که با هم زودتر ازدواج کنن؟ با بابام دعوا کرد، میونشون به هم خورد. برای اینکه با تولگا ازدواج کنه دعوا کرد؟ آره، میگه هر طور شده ما باید ازدواج کنیم. حداقل باید زن بیچاره عروسی پسرشو ببینه. با بابام میونش به هم خورد. شبی که افطاری اومدیم ندیدی با هم چقدر سرد بودن؟ نمیدونستم انقدر زرنگی. تا از کرم جدا شدی برای خودت دوست پسر پیدا کردی؟ تو به کارت برس عزیزم. میبینم که سلیقتم عوض شده. ببین کی اینو میگه؟ تا جایی که یادمه تو تیپی مثل کرم اصلا دوست نداشتی، در شأن خودت نمیدونستی. چی شده با کرم میگردی؟ منم یه چیزی یادمه که خودپسندی مثل سلماز فریبم داد. منو، یعنی صمیمیترین دوست خودشو. تو سعی کردی تو نجا از من بگیری. چرا نمیخوای باور کنی؟ به جای اینکه حرف منو باور کنی حرف اون دوست پسر لوستو قبول کردی. چند بار بگم اون دنبال من راه افتاد اومد ولی من بهش توجهی نکردم. اونم برای اینکه میونمونه به هم بزنه این دروغو سر هم. چرا به من نگفتی؟ سلمازی که من میشناختم میومد و همه چی رو میگفت ولی تو چیکار کردی؟ ساکت موندی. برای همینه که ازت متنفرم. وای همون داستان دوباره. داستان همونه ولی این بار نقشه عوض شده. منم دوست پسرتو ازت گرفتم تا انتقاممو بگیرم. خوشگذرونی با کرم نفرتمو از تو تا حدی کم میکنه. باورم نمیشه برجو. به خاطر انتقام از من نمیتونی از کرم سوء استفاده کنی. اون پسر خیلی خوبیه.
آدمای خوب همیشه میبازن دختر جون. خوش اومدی عزیزم. دلت برام تنگ شده بود؟ من چند ساله که دلم واسه تنگه، ولی تو که نمیدونی. بابا میخوام باهاتون حرف بزنم. باشه دخترم، درباره چیه؟ این چیزه، من خیلی معذبم که اینطوری با 2 بچه سربار شما شدم. یه کاری گیر بیارم همین اطراف، شما چی میگی؟ نه جانم، این چه حرفیه؟ نیازی نیست. ولی آخه مراد باید بره مدرسه. جمیل فوراً جواب نده، اول گوش کن. آخه بشینه خونه افسرده میشه دخترم. یه کاری گیر بیارم، مثلا منشی چیزی تو املاکی، نمیدونم، به آشناها سفارش میکنم. یکم صبر کن، عجله نکن. باید فکر کنی. نوش جونتون. ممنونم عزیزم. جمیل بچه ناراحت شد. ببین قهوه میاره، حتی یه تشکرم نمی کنی ازش. چی کار کنم؟ باید یاد بگیره که نباید خود سر باشه. باشه حق داری، حالا یه اشتباهی کرده. مگه قرار نبود هر بار که بچه هامون زمین میخورن ما دستشون رو بگیریم و بلندشون کنیم؟ اگه بزرگتران نبخشن بچه ها بیشتر اشتباه میکنن، مگه اینطور نیست؟ ببین این حرفش حرفی نبود که بشه به راحتی بخشید. یعنی چی که زندگی خودمه؟ این چه حرفیه که به پدرش میگه؟ حالا تو عصبانیت یه حرفی زد دیگه. جوانای امروزی پخته نشده میپوسن. اینطوری نمیشه. ادا تو داری شیر میخوری؟ آره آبجی، چرا نباید بخورم؟ تو از شیر متنفری؟ خب دلم خواست بخورم. باشه من که چیزی نگفتم. ادا به نظرت فردا کدومو بپوشم؟ هر دوتاش خوشگله. فردا مگه چه خبره؟ امروز وقتی صدای انفجار رو شنیدم اولین کسی که به ذهنم اومد هارون بود. نمیدونم چرا فکر کردم اتفاقی براش افتاده. خیلی ترسیدم از دستش بدم. ناراحت نباش آبجی، کسی چیزیش نشد که. تصمیم گرفتم فردا بهش بگم میخوام تا آخر عمر کنارش باشم. اگه اینطوری حس خوبی داری همین کارو انجام بده عزیزم. خوبه که هستی ادا. یه لحظه فکر کردم از دست دادمش. اون لحظت رو نمیخواستم زنده باشم با تو. میدونی از این پشت کارت خیلی خوشم میاد. تو چه موردی؟ در مورد بلا تکلیفیت. وقتی صورتتو نگاه میکنم یه آدم مردد تو فکر و پریشونو میبینم. در واقع من تصمیممو خیلی وقتی که گرفتم، ولی هیچی دست خودم نیست. خب تصمیمت چیه؟ بدون ادام من دیگه نمیتونم. بعد از انفجار اینو به خوبی حس کردم. دوست دارم هر لحظه از زندگیمو با اون بگذرونم. آدمیزاد همه چی میخواد، ولی هر چی بخواد نمیتونه انجام بده. فکر میکنم فقط یه راه حل داره دوستم. همه چیزو بذاری یا بری یه جایی دور.
اون وقت دخترم توی آرامش به زندگیشون ادامه میدن. چطور برم با تو؟ از اوضاع که خبر داری؟ تازه بهت میگم نمیتونم از ادا دور بمونم. پس اونم ببر، با هم فرار کنیم. با تو؟ باشه بابا، شوخی کردم. عصبانی نشو. یعنی چی میتونم بگم؟ چاره دیگه به ذهنم نمیرسه. این یه عشق غیر ممکنه. هر چقدرم ادامه پیدا کنه همه چی پیچیده تر میشه. تازه اگه بخوام فرارم بکنم نمیتونم شرکت رو همینجوری رها کنم. پدرم دیگه پیر شده، نمیتونه از پس هر کاری بر بیاد. اوضاع بدجوری به هم ریخته است. تحقیقات به نتیجه رسید؟ نه. شماره‌ای که تماس گرفتم مال یه بیچاره بی کسیه که توی مزار دفن شده. این بیشتر شبیه یه انتقام شخصیه. به نظر منم همینطوره. یارو مدام منو اطرافیانمو تحت نظر داره. حتی الانم ممکنه تحت نظر باشیم. اینطور که به نظر میرسه خیالاتیت کرده. با بابات حرف زدی؟ اون چی میگه؟ چیزی به هم نمیگه. فکر میکنی دشمنی چیزی داره؟ نمیدونم، فکر نمیکنم. هیچ چی نمیگه؟ نه. این کار دیگه شورش در اومده. میخوام همه زیر نظرم باشن. اگه نیاز باشه نسام باید از دانشگاه مرخصی بگیره و برگرده. عرصی هارون کجاست؟ شما بهتر میدونین بابا جون. ماشاءالله میونتونم خیلی خوبه باهاش. امروز تو شرکت رسما ما رو بیرون کردی. من هر کاری کنم برای خوبی شما انجام میدم. همه مجبور نیستن همه چیو بدونن. حتما همینطوره بابا جون. از این به بعدم میخوام خونه بمونی. ولی بابا بس نمی کنی میشیر. ممکنه دوباره بمبگذاری بشه. توی همچین زمانی بهتره کنار سینم باشی. فهمیدی چی میگم؟ بابا تازه کارمو شروع کرده بودم. نمیخوام دوباره خونه بشینم. ایشیل هرچی من بگم همونه. اصلا سعی نکن اعتراض کنی. ایشیل چی شده؟ اونو دیگه از بابام بپرسید. ایشیل ببین عزیزم، منظور بابات این بود که همه این کارا رو به خاطر اون زن میکنی؟ آره؟ بگو ببینم، تا اون حد این زن رو دوست داشتی؟ سعادت نگو عزیزم. سالها پیش ما این دفتر رو بستیم. ما نه، تو. برای من این دفتر هرگز بسته نمیشه. سعادت جان، من بهت قول دادم و سالهاست که سر قولم هم هستم. اون زنو 26 ساله که ندیدمش. دیگه چی میخوای؟ حالا که اینطوره پس این نامه ها چیه ها؟ اون زن چرا هنوز برات نامه می نویسه؟ چه نامه ای؟ امروز رسید. مگه نگفتی دیگه نمی بینیش؟ چرا هنوز برات نامه می نویسه ها؟ سعادت لطفا چرا باورم نمی کنی؟ بده نامه رو ببینمش. هرگز نمیفهمی که اون زن برات چیا نوشته. هرگز. هرگز. چهار سپتامبر 1983. مامان خانم عزیز، وقت دارواتونه. خیلی ممنونم. اینم حساب. عافیت باشه. چیز دیگه ای لازم نداری؟ میشه امشب و کنارم بمونی؟ البته که میمونم عزیز دلم. تازه اگه بخوای میتونم برات لالایی هم بخونم.
راست میگم. ببین تو یه فرشته ای، موهات از جنس آفتاب. خیلی ترسیدم از دست بدمش. امروز کم مونده بود قلبم وایسته. تو اون لحظه فقط به فکر تو بودم عزیزم. وقتی به سمت بابات میدویدم، وقتی بوی اونو احساس میکردم، بازم فقط تو ذهنم بود. شاید باید بهش میگفتم که هستی، ولی بازم نتونستم. بعدشم یه رویای خوب دیدم عزیزکم. تو این رویا همش بابات با هم بود. محکم همدیگر رو بغل کرده بودیم. به هم میگفت نمیتونم تو رو رها کنم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم. منم بهش میگفتم که چقدر عاشقشم. دستاش تو دستام و چشاش تو چشام بود. گفتم که رویای خیلی خوبی بود، رویای زیبایی که هرگز تو واقعیت ممکن نیست. اومد دهنتو باز کن، الان پرنده ها میخورنش. اون که بچه نیست. اینو باش. ما میریم مامان جون. تو چقدر امروز خوشگل شدی دخترم. ادا میدونه. بهت زنگ میزنم. ایشالا که کار خوبی باشه دخترم، با خبرهای خوش برگردی. امیدوارم شانس بیاری آبجی. انشالله مامان جون. خب دیگه خداحافظ. پس کی میخوای با ادا آشتی کنی؟ قهر نیستم، ولی هر بار که یادم میفته اعصابم به هم میریزه. گذشته است. الان دیگه کاری نمیشه کرد. باید قبلا فکر اینا رو میکرد. به حد کافی رنج کشیده. تو هم رنج کشیدی. تو که دیگه باید راحت تر ببخشی. اینا با هم فرق دارن. اشتباهات منو با اون مقایسه نکن. من نمیتونم چنین چیزی رو ببخشم. من از این طرف میرم. باشه، موفق باشی. اگه نشدم خودت ناراحت نکن. حتما یه کار دیگه پیدا میکنی. باشه. بفرمایید زینب خانم، این مال شما، اینم مال دوستتون. امروز حالتون چطوره؟ خوبم، نیستی. تو هنوز نرفتی؟ تو که گفتی آخرین تمرینته. آره یکم دیگه میرم مامان. یه زمانی از هیجان رو زمین بند نمیشدی. حالا چی شد یه دفعه راحت نشستی؟ نمیدونم، ذهنم یکم مشغوله. اوضاع خاله مسعوده رو که میدونی. تو این اوضاع چطوری نمایشمون رو اجرا کنی؟ مادرش چطوره؟ مامان اصلا حالش خوب نیست. باید عمل بشه، ولی دکتر رو گفتن شانسش کمه. خدا شفاش بده، خیلی سخته. ادا، این مسئله ازدواج و پافشاری نکنین عزیزم. میدونم شما هم حق دارین، ولی باباتون هم حق داره. تو زندگیش فقط شماها رو داره. به خاطر شما خودشو خسته میکنه. خیلی خب دیگه زینب جون، ما بریم. پاشو بریم، وقت خوردن میوه است. آفرین، بذار خاله ادا هم کاراشو جمع جور کنه و بره. بیا عزیزم، بیا بریم این میوه بدم بخوره. بیا تو هم بیا پسر. بله. سلام، ادا کجایی؟ خونه. میتونی بیای صحنه؟ نمیتونم بیام بیرون. باید بیای ادا، خیلی مهمه. باشه، ولی فقط 5 دقیقه. باشه، منتظرتم.
هارون نیست. دیگه باید با من بسازین ملا خانم. به نظرم بهتره مدام بخندی چون خیلی بهت میاد. ممنونم، لطف داری. هارون کجاست؟ منم منتظرشم، ولی فکر کنم تو ترافیک گیر کرده. ممکنه. بیا بشین دوتایی منتظرش باشیم، با هم صحبت میکنیم. خب بگو ببینم، مراسم کیه؟ شنیدم که هنوز تصمیم نگرفتی. تصمیم گرفتیم. منظورت چیه؟ تو زودتر از هارون میشنوی. گرفتم. امروز روز خاصیه. تو هم به خاطر همینه که انقدر خوشگل شدی. خیلی ممنون. قابلی نداشت. چیزی شده هارون؟ اینطوری نگام نکن. دوست دارم نگات کنم. چرا گفتی بیام اینجا؟ چی میخوای به هم بگی؟ میدونی که چی میخوام بهت بگم. میدونم. پس با طلقا ازدواج نکن. بهش قول دادم، درست همونطوری که تو به خواهرم قول دادی. نمیخوام اینا رو بشنوم. بارها در این مورد حرف زدیم ادم، ولی همه چیز دیگه تغییر کرده. دیگه میدونم که دوستم داری. دیگه هیچی برام مهم نیست. نمیخوام اینا رو بشنوم. اگه نمیخوای گوش کنی پس دیگه حرف زدن معنی نداره. باید برم. منو ببخش. ادا صبر کن. ببین من به اندازه تو قوی نیستم. نمیتونم به خاطر عشقم بجنگم. نمیتونم با خانوادم و همه مقابله کنم. اینو ازم نخوا. اینو ازم نخوا هارون. من به جای تو با همه چی و همه کس می جنگم ادم. چی میشه؟ به هم اعتماد کن. همه چیزو بذار به عهده من. نکن این کارو. یکی میبیندمون. نمیتونم ولت کنم ادم. من دیگه باید برم. میخوام برم سر تمرین. باشه بیا من خودم میرسونمت. بیا دیگه. باشه 10327 درسته؟ باشه فردا براتون میفرستم. نه شما نگران نباشین. البته خدا نگهدار. سلام. تازه شنیدم مادرت مریضه، خدا بد نده. مرسی داداش. از یکی شنیدم پول لازمی. آره ببین اگه بخوای میتونم کمکت کنم. چه کمکی؟ یه مشتری دارم جنساش تو گمرک گیره، رنگ یه مهر امضاست، کاری براش بکنی پول خوبی میگه. سمی تو کی دیدی من قاطی این بازی ها بشم؟ اگه یه بار دیگه با چنین پیشنهادی بیای جلو حالتو بدجور میگیرم. من فقط خواستم یه کمکی بکنم. خود دانی. دمت هم گرم. داداش سمی این برگا باید باطل بشن، میای امضاشون کنیم؟ بیا بریم. طالگاه چی میگفت داداش؟ هیچی، اظهار همدردی میکرد. پسر جون حواست باشه قاطی این کارا نشی. همگی میدونیم این یارو چه رشوه بگیری، حقوقش با ما یکیه، ولی چه حکمتیه که جیبش پر پوله نمیدونم. بفرمایید. باشه چشم. حتما تا فردا جواب میدم. خدا نگهدار. چی شد؟ باز خبر بدیه؟ باید هر چه زودتر برای عمل تصمیم بگیرم. دکتر میخواد بره خارج.
پسر این کجاش بده؟ متین هنوز نتونستم پول گیر بیارم. داداش تو که نتونستی گیر بیاری، چرا پولی رو که ادا گیر آورده قبول نمی کنی؟ قسطاتو پرداخت میکنی. یعنی الان چه وقت این بازیاست؟ موضوع مرگ و زندگی مادرت اون وقت تو داری لجبازی میکنی. ببین متین، من بیشتر از تو به فکر مادرم هستم، اینو بفهم. ای بابا یه دنده. آفرین، تبریک میگم. و این افکارت ادامه بده حتما. اگه بهش بگم با هم فرار کنیم با من میاد. ای کاش هیچ وقت دستم ول نکنه. هرگز رهات نمی کنم. ترسی هم از تاوانش ندارم. این همه عذابی که میکشم برای پاک کردن گناهام بس نیست. دیگه مال منیه ده. برای همیشه مال تو هم. حتی اگه کنارت نباشم. ممنونم. خواهش میکنم. ببخشید. الو؟ ادا کجایی؟ چیزی شده؟ بهت احتیاج دارم ادا. باید باهات حرف بزنم. نمیدونم باید چی کار کنم. باشه دارم میام اونجا. همدیگه رو میبینیم باشه؟ باشه منتظرتم. با تلگا قرار داری؟ مثل همیشه با هم تمرین داریم. میخواد با هم حرفم بزنه. به من نیاز داره. تا کی؟ در این مورد حرف زدیم. نه موضوعی هست که حرف نزدیم ادا. صرفا چون مادرش مریضه نمیتونی باش ازدواج کنی. چنین ازدواجی ممکن نیست. من نمیتونم باور کنم. چرا میخوای ازدواج کنی ادا؟ چرا؟ ادا لطفاً جواب بده ادا. با کسی که عاشقش نیستی چرا میخوای ازدواج کنی؟ در ضمن یه بار از اون میز بلند شدی. چیزی که دوباره تو رو سر اون میز میشونه چیه ادا؟ بهترین کسی که اطرافم تلگاست. نمیخوام اونم از دست بدم. فهمیدی؟ بهتره بری هارون. این دختر خواهرمو میشناسه. در این مورد بعدن حرف میزنیم. اون کی بود؟ واسه چی حرفتون شده بود؟ نکنه قارونه؟ بهت گفتم که موضوع قارون رو تموم کن. باشه ببخش. فقط کنجکاو شده بودم. حالا کی بود؟ هارون نامزد خواهرت؟ واقعا خوشتیپه. خواهرت صمیمیت شما دوتا رو بعد برداشت نکنه. نگران نباش، کسی جز تو برداشت بد نمیکنه.
پسرم آچار آلنو برام بیار. سب کن بده بفرما بابا. ممنونم. بابا این میشه امروز مرخصی بگیرم؟ منم گفتم این ازم یه چیزی میخواد. پسر دیروز که خودت به خودت مرخصی دادی امروزم اومدی از من میخوای؟ بابا اینجوری نگو دیگه. اگه مهم نبود که نمیگفتم، فقط امروز. اگه بخوای میتونم از فردا واسه 24 کار کنم. 24 نه 24 دقیقه کار کنی من راضیم. حله مرخصم؟ بابا خیلی مهمه به خدا. باش برو ببینیم هرچی باشه میخوای دنیا رو نجات بدی. بابا دنیا رو نجات دادن که مفتی نیست. یعنی یه مایه تیره ای چیزی کلا یه کمی سر رو شل کن. فهمیدم. دمت قیش. فکر کنم مشتری اومد. خودم تحویل میگیرم بابا. سلام. ماشین مشکل داره. چرا تنها اومدی؟ با کی باید میومدم؟ با همون شکم گنده دیگه. نکنه الان داره با یکی دیگه میگرده. ها چیه؟ تو رو پیچونده رفته دختر بازی؟ کدوم شکم گنده؟ تو به دوست پسر من اینا رو میگی؟ آره خب. اما اون که شکم نداره. آره الان نداره ولی 10 سال دیگه بعد ببینیش. چیه؟ نکنه جدا شدین اومدی اینو بهم بگی؟ آره؟ کرم. راستش من تا الان با درباره برجو حرفی نزدم. باشه حرف بزنیم. اصلا تا صبح انقدر فک بزنیم که فک درد بگیریم. ببین سلماز من عاشقشم. یعنی اگه تو نبودی این اصلا ممکن نبود. تو یه دونه ای باور کن دمت خیلی گرمه. یعنی اصلا تا آخر عمر مدیونتم. بذار ببوسمت. عاشقتم دمت گرم. سلماز خوش اومدی. مرسی. عمو جمیل از موتوری صدایی در میاد. میشه لطفا یه نگاه بهش بندازی؟ اوستا جمیل اجازه بدین این کارا اوستا کرم انجام بده. پسرم مگه تو نمیخواستی بری دنیا رو نجات بدی؟ اون از کارهای همیشگی بود بابا. فعلا دنیا منتظر بمونه. باید سلماز رو نجات بدم. صبح بخیر. آقا هارون، آقا باتوف نمونه برای تبلیغات مجله رو گذاشتن رو میزتون. منتظرتون بودن اما چون دیر کردین رفتن. متشکرم. ملده خانوم، آقا هارون تشریف آوردن. باش. هارون خبر تازه‌ای شده؟ نه منتظریم. رفته بودی اداره پلیس؟ نه کارهای دیگه داشتم. قرار ملاقات تو آنکارا اوکی شده. 2 روز دیگم تو آنکارا منتظرتن. باشه. هنوزم به خاطر انفجار حالت گرفته است؟ حق داری، راحت نیست که. میتونست بدتر از این باشه. هارون این انفجار باعث شد خیلی چیزا رو بهتر بفهمم. تو اون لحظه خیلی ترسیدم از دستت بدم. ممکن بود تو رو از دست بدم. فهمیدم بدون تو نمیتونم. از این به بعد هر اتفاقی بیفته من کنارتم. شیرینیمون حاضر شد. مرادم صدا کنم بیاد با هم دیگه بخوریم. برگ پسرم مراد کجاست؟ اونا رفتن تو ساختمون نیمه کاره. آفرین پسرم. برو صداش بزن. به مراد بگو مامان بزرگت کار واجبی باهات داره. باشه؟ باشه خاله ترکان. آفرین پسرم.
ای مراد از دست تو. چیزه میفهمی چی میگم دیگه. نمیتونم اون پولو از هارون بگیرم. نمیخوام هر بار که به مامانم نگاه میکنم حس کنم به هارون مدیونم. چاره دیگه ای هم داری؟ در واقع دارم. پس انجامش بده. چی مانعت میشه؟ هر چی زودتر باید یه کاری بکنی. میدونم. معلومه که انجام میدم. این همه پول از کجا میخوای گیر بیاری تولگا؟ حلش میکنم، نگران نباش. چطوری؟ بگذاریم. فردا روز بزرگیه، بهم اعتماد کن. تمرین شروع شد. پاشو بریم. بیا سوال، زود باش. دیرمون میشه. متین، یه چیزی بپرسم. بپرس. تو میدونی تولگا با داماد ادا اینا سر چی دعواشون شده بود؟ الان چی شد که یهو این سوال به فکرت رسید؟ امروز دیدم که اون ادا رو رسون تا اینجا. به نظرم خیلی عجیب بود که دفعه قبل تا اینجا اومد و با تولگا دعواشون شد. به نظر تو عجیب نیست؟ ای بابا بی خیال سوال، سوسول مایه داره دیگه. یعنی این کارهای اونا بر اساس منطق نیست، مخالف ازدواجشونه. انگار کسی از اونا نظر خواسته. باشه بریم بابا. ادا، میدونم وقتی گفتی این حقو نداریم که اطرافیانمونو برنجونیم، کاملا حق با تو بود. بزرگترین ضربه رو ما به اونا زدیم با ادامه دادن به دروغامون. بیا دیگه این کارو نکنیم ادا، به اونا ضربه نزنیم. این فقط یه راه داره، خودت اینو خوب میدونی. دهنتو باز کن، باز کن. آفرین. میخوام بازم. خاله ترکان، اونجا رفتم ولی کسی نبود. از بچه هم پرسیدم، هیچکی مرادو ندیده. خدای من، پس این پسر کجاست؟ مرسی برگ جون، خودم الان میام دنبالش. بیا ببینم زینب، بیا ما بریم سر کوچه مغازه بابا بزرگ ببینیم شاید داداشت اونجاست. بودو بریم، بیا بیا بریم. بله آبجی جون. الو میلدا، خبرای خوبی برات دارم. کارم جور شد. راست میگی، خیلی خوشحال شدم. امروز برای همه روز خیلی خوبیه. راست میگی؟ مگه تو شرکت چه خبره؟ الان نمیتونم بگم، شب برات تعریف میکنم. باشه میبینمت. باشه عزیزم، میبینمت. آخ ای بابا. ولکن، برو کنار. اینطوری برام قیافه نگیر، وگرنه این تویی که میبازی. بعدا نگو که نگفتی. دیگه چی دارم که از دست بدم ها؟ بسته دیگه، بسته. چه اینطور؟ مطمئنی؟ به نظرم بهتره دوباره فکر کنی. اگه مثل آدم برنگردی خونه، بچه ها تو باید فراموش کنی. تو چی داری میگی؟ چیزی نمیگم. وقتی رفتی خونه بهتر میفهمی. نگاه کن ببینم. زود باش بگو، باز چی کار کردی؟
دلم واسه پسرم تنگ شده بود. خواستم یه ریزم تو هم دلتنگی بکشی. اینجوری منصفانه تره. مراد پسرمو به این پس بده. از بچه هم دور باش مردی که ایوون. بلمون کنم کجا مثل خودم بچه هم برو دست دارم مردی که یه مراد. آروم باش آروم. عجب دور و زمونه ای شده. به خدا من که ندیدم شوستا جمیل. باشه ممنونم. چی شد؟ کسی مراد ندیده؟ خبری نیست. ای خدا دیدی؟ دیگه کجا رو باید بگردم؟ این بچه کجا رفته مگه؟ مراد جان. فردا؟ مراد کجاست؟ مامان مراد کجا؟ فردا جان خیلی دنبالش گشتیم. دم در بود. رفته بود بازی کنه. ولی الان اصلا نیست. بس راست میگفت مردی که یه ایوونه. ای خدا. کی؟ دخترم تو چی داری میگی؟ بلال مراد اون برده. پسش نمیده. تهدیدم کرد نمیخواد بذارم و بهم نشون بده. همش تقصیر من بود. من نباید میذاشتم بره بیرون. خدایا چرا این کارو کردم؟ چرا گذاشتم بره؟ ای خدا چرا گذاشتم بره؟ ای خدا ای خدا. وای 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 مامان. ای کاش نمایش هفته پیش بود. مامان با این حالش چطور میتونه بیاد؟ خیلی هم دوستش ببینه. یه لحظه. ادا میدونم وقتی گفتین حقو نداریم که اطرافیانمون رو برنجونیم. کاملا حق با تو بود. بزرگترین ضربه رو ما به اونو زدیم. با ادامه دادن به دروغامون بیا دیگه این کارو نکنیم. ادا به اونا ضربه نزنیم. این فقط یه راه داره. خودت اینو خوب میدونی. ادا چی شد؟ هیچی. چیزی نیست. آبجیم زنگ زده بود. نگرانم. آخه یهو رنگت پرید. میخوای بریم یه جا بشینی؟ نه خوبم. باشه. جرن کجاست؟ توی اتاق فتوکپی ملده خانم. این گزارشات باید کپی می شدن. هنوز انجام نشده. اگه میخواین من میتونم انجامش بدم. هر کسی باید وظیفه خودش انجام بده. تقصیر منه که بهت اعتماد کردم. اصلا راحت نیستم. اینجا بیشتر هیجان داره. یکم هیجان که ضرری برای کسی نداره. جرن جرن اونجایی؟ الان باید چیکار کنیم؟ الان میره. جرن چرا این در قفله؟ ببخشید یه نگهبان بفرستین اینجا. اگه کلید یدک داره بیاد فوراً درو باز کنه. باشه ملده خانم. باید باز کنیم. اوضاع بدتر میشه. تو قایم شو. آره برو اونجا. کجا بریم ما؟ ساکت. چرا باز نکردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. اگه فتوکپی میخواین من میگیرم. فوراً بیا تو اتاق من. تو داری چی کار میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ به فکر عاقبت کارت نیستی؟ همش تقصیر آقا برو که ملده خانم. گفت اگه هر کاری میگه نکنم اخراجم میکنه. کاریو که گفت کردی، اما بازم اخراج میشی. خوبه نه؟ لطفا ملده خانم نکنی. تهدیدم کرد. ازم خواست مدام شما رو تحت نظر بگیرم. گفت اگه بهش اطلاع ندم تو دردسر میافتم. متوجه هستی داری از پشت بهم خنجر میزنی.
گفتم که همش تقصیر آقا براکه. حتی جریان بیمه عقب افتادم زیر سر اون بود. چی؟ هدفش این بود که شما رو توی شرایط سختی قرار بده و موفقم شد. تو رو خدا ببخشید ملدا خانم، لطفاً ببینین من به این کار نیاز دارم، خواهش میکنم. فوراً وسایلتو جمع کن، تو اخراجی. لطفاً این کارو نکنی. نگهبانا رو خبر میکنم. گفتم برو بیرون، برو. نه حتما براتون انجام میدیم. هی چی شد؟ اخراج شدم. خیالت راحت شد نه؟ دوست دارم بی‌نظیرترین گردن بند الماسمونو که سالهاست مورد توجه خانمای محترمه ببینیم. واقعا زیباست، عالیه. خیلی هم به ملدا میاد. نظر چیه ایشی؟ اوف مامان، مشکلت همینه؟ برای ملدا هر چی میخوای بخری بخر، اصلا برام مهم نیست. ولی دخترم لااقل نظرتو بگو. تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم. آقا کارون، میتونم ازتون خواهش کنم که این ست زمرد رو دوباره ببینیم؟ بله حتما. البته یه طرح عالی و بی‌نظیر، تلفیق زیبایی از برلیان و زمرد مثل ماه می‌درخشه. واقعا کلکسیونای شما زیبان آقا کارون. ایشیل نظرت چیه؟ وای از سرش هم زیاده. سلام به همگی. خوش اومدی براک. شرف میده تقدیم میکند. خیره این گلا چیه؟ امروز دیگه چه شیطنتی کردی؟ میبینین مامان جون، دخترتون چقدر ناحقی میکنه، ولی تقصیر منه. برای بهترین گل دنیا یه دسته گل خریدم. بفرما، این مال توی عزیزم. مرسی. اوه خوش اومدی بابا. منم با پسرم داشتم میرفتم پارک. ما بی خودی منتظریم آدم بشی. را بیاف مراد پیش من میمونه. این ممکن نیست. مراد را بیاف. بابا بزرگ میخوام پیش بابام بمونم. به زور اینا رو تو مخ بچه میکنی اره؟ پسرم نترس، مادرت منتظره بیا. بابا بزرگ دستم درد گرفت، ولم کن. منو نگاه. بابامو نزن. گل پسر بابا جگرتو. آبجی نگران نباش، بابا مرادو میاره. آره این آدم اون قدم که پررو نیست. میخواسته تو رو بترسونه، اذیتت کنه. بابا مراد نتونستم بیارمش. بچه رو کول زده. جمیل باشو بریم پیش پلیس، زود باش. از اونجا میام. با کمیسر صحبت کردم، کاری از دستشون بر نمیاد. کرم برو آب بیار. باشه.
عزیزم ناراحت نباش. هرچی باشه موقع طلاق قاضی بچه رو به تو میده. آبجی گریه نکن. باید به خاطر مراد قوی باشی. اونو دست باباش نمیدین. تازه اونو که غریبه ها ندزدیدن، بالاخره اون پیش باباشه. آره گفتن اینه برای تو راحته. هرچی باشه تو خیلی راحت از بچت گذشتی. بگیر. آبجی بده به من. باید جواهراتی که برای ملدا خریدم و نشونتون بدم. خیلی خوشگلن. فکر میکنم انتخاب خیلی خوبی کردم. مگه میشه تو خوش سلیقه نباشی عزیزم؟ امیدوارم ملدا هم بپسنده. سعی کردم چیزی بخرم که دختر ظریف و خوشگلی مثل اونم بپسنده. ساده ولی زیبا انتخاب کردم. مگه نه ایشی؟ آره همینطوره. نکنه باید پرزرق و برق‌تر انتخاب میکردم. اگه بخوای تو هم میتونی فردا بیایی مدل رو ببینی. مادر من میدونم که شما چقدر خوش سلیقه هستی. پسرم زن تو قراره اونا رو بندازه. تو هم باید خوشت بیاد. مادرت حق داره. این مراسم توه و به زودی قراره ازدواج کنی. یکم باید بیشتر مشتاق باشی پسرم. چه فرقی داره پدر؟ هرچی باشه به جای من همه شما دارین تصمیم میگیرین. بازم میتونیم بگیریم. با اجازه من کار دارم. این روزا اعصابش خورده بابا جون. شما به دل نگیرین. مردا هم امروز منشیشو اخراج کرده. همگی پریشونیم. اینجور چیزا ممکنه. که اینطور؟ پس جرن اخراج شد. یعنی امروز؟ آره امروز. فکر میکنم در حق دختر ناحقی کرد. ولی خب نخواستم دخالت کنم. بقیه‌ش هم وقتی میگیری که جنس از گمرک بره بیرون. بعد تو رو به خیر و منو به سلامت. از این به بعدش دیگه با توست. من دیگه رفتم. ادا ادا دوست دارم. منم دوست دارم.
بابا ما رو نگاه 3 سوت آماده میشیم، چرا اونا زارتی آماده نمیشن؟ عمرمون داره در انتظار بانوان میگذره، متوجه هستی که؟ پسرم اول درست حرف زدن رو یاد بگیر. این کلمات چی استفاده میکنی؟ بابا امروز تریپ حرف زدن اینجوریه که میبینی. پس با من حرف نزن. بازم قهر میکنی؟ کرم ببین حوصله ندارم. بیا دیدی؟ اونا دیر میکنن، من باید حرف بشنوم. ای خدای من. مامان زود باشین دیگه بابا، زود باشین به خدا، اگه تا 5 دقیقه دیگه نیاین من رفتم ها. پاشو فردا، چرا اینطوری نشستی دخترم؟ هنوز آماده نشدی؟ زود باش دیگه، پاشو. خیلی وقت همه منتظرتن، همه منتظر این روز بودن. میدونم بیشتر از همه مراد. همش میگفت خالم منو رو صحنه میبره. ببین همه چی درست میشه، به زودی مرادم برمیگرده، نگران نباش عزیزم. زود باش دیگه، حالا دیرمون میشه دیگه. نه مامان باور کن اصلا حوصله ندارم، شما برید، من و زینب میمونیم خونه. ای بابا پاشو دیگه فردا، ادا خیلی ناراحت میشه، تازه برای خودت هم تنوعی میشه. زود باش. اصرار نکن مامان، با این حالم که نمیتونم بیام اونجا. باشه دخترم، هر طور راحتی. هنوز تموم نشده؟ نه. به اجرا دیر میرسیم ها. میشه من نیام؟ راستش حوصله ندارم. ولی عده ناراحت میشه، از تابستون داره تمرین میکنه. باور کن خوش میگذره. تازه ما به تفریح نیاز داریم. خب یکم استراحت میکنیم. پاشو هارون، بیا بریم دیگه، منو تنها نذار. پاشو. باشه. سالن پره به خدا، اگه ببینی. الو. بله آقای دکتر، زنگ زده بودم. برای عمل همه چی آماده است. بله مادرم هم آماده است. خواهش میکنم هر چه زودتر مادرم رو عمل کنین. متشکرم، واقعا ممنونم. مرسی. تو این پول از کجا گیر آوردی؟ از این گیر آوردم دیگه، نپرس. ترکان خیلی شلوغه مگه نه؟ آبجیم گفته بود کارتای دعوت دستشه، من الان میگیرم و میام. خب بیا باش. آفرین کرم. سلمازم دعوت کردی؟ نمیدونم، دعوتش کردم یعنی اومده دیگه. خب یعنی دعوت کردم دیگه. حالا چجوری دعوت کردم اونو دیگه خدا میدونه. خودم هم یادم نبود، باور کن اصلا خودم هم یادم نبود. سلام کرم، ممنون از اینکه دعوتم کردی. من؟ آره ماه پیش ها. درسته. من پدر اداست. خوشبخت. منم خوشبختم. به امید دیدار. خوش بگذره. مرسی. پس اینا کجا؟ الان نمیرسم، نگران نباش. دیر کردن، خیلی دیر کردن. ما اومدیم. سلام. خوش اومدیم. سلام پسر. سلام. ادا سوالا ندیدی؟ نه، از وقتی اومدم از ندیدمش. کجاست این دختره؟ نیم ساعت دنبالش میگردم. ای دادی.
همینجا خوبه مگه نه؟ بیا بریم کمکشون کنیم. باشه اجازه بدیم. مرسی همینجا خوبه. بذارین کمکتون کنم. همینجا خوبه. تموم شد. جاتون راحته؟ خواهش میکنم. پسر جون آروم باش. ببین همه چی عالی میشه. بذار این اجرا تموم بشه با من. تولگا مادرت اومده. چی؟ زبال خواسته غافلگیرت. ببخشید. دخترم تو گروه میرقصه. دختر شما؟ سلام. جمیل ببین مادر تولگا مسعود خانومم آوردن اونجاست. آها اونه. آره. خاله مسعود جون خوبه دیگه؟ آره. تو که میگفتی اینقدر حال نداری که بتونی بیای. مگه همیشه قراره تو سورپرایز کنی؟ این دفعه ما سورپرایزت کردیم. خیلی خوبی سوال. متشکرم. خواهش میکنم. خوبی دیگه نه؟ آره نگران نباش. زود باش تولگا، استاد صدات میکنه. مامان برام دعا کن. موفق باشی. خوش اومدی خاله مسعوده. خوش باشی عزیزم. چطوری؟ خوبم ممنون. شکر خدا. استاد دنبالت میگشت. ولی آفرین چه سورپرایزی شد. اون زنه کیه کرم؟ ها اون قراره تا چند وقتی که مادر شهرها پیداشه. کرم آروم باش بابات میشنوه. ای وای بابا ببخشید مامان. ترکان چی شده؟ هیچی بابا. منو نگاه. انگاری پسرمون بالاخره بزرگ شده. شروع شد دیگه. شروع شد. چقدر زیباست.
اگه اجازه بدین میخوام یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. میخوام راجع به یکی که برام خیلی مهمه صحبت کنم. ببخشید عزیزم، باید تلفن رو جواب باشه. نمایش رقصای سنتی رفته بودم و علاقه من به رقص از همون موقع شروع شد. خیلی هیجان زده بودم، خواستم فوراً توی گروه رقص جا بگیرم. خواستم ولی به هم گفتن استعدادشو نداری. بله استعداد نداشتم. اون روز فکر میکردم توی زندگی استعداد هیچ کاری ندارم. اعتماد به نفسم از دست دادم. از زندگی سیر شده بودم. حتی دیگه نمیخواستم برم مدرسه یا بیرون از خونه. بعدش همون کسی که برام خیلی مهم بود یه کار مهم برام کرد. به هم این باور رو داد که نباید تسلیم بشم. ازم خواست که دوباره و دوباره امتحان کنم. در واقع به من یاد داد که به جز استعداد پشتکارم لازمه. به هم یاد داد که عقب نشینی نکنم، هیچ وقت از سختی ها نترسم. به هم یاد داد که قدرت رو نه در دیگران بلکه در وجود خودم پیدا کنم. و الان من اینجا. تمام تشویقای شما نه به من بلکه برای اونه. از این که علیرغم بیماریت امروز کنارم یا تنهام نذاشتی مدیونتم مامان. اگه تو نبودی من موفق نمی شدم. حالا من ازت میخوام که به خاطر من تسلیم نشی یا مقاومت کنی. باور کن که خوب میشی مامان. خیلی معذرت، یه موضوع دیگه هم هست. امروز تو این سالن جز مادرم یکی دیگه هم هست که برام خیلی مهمه. شریکم ادا. ما 2 سال با هم میرقصیم، حتی با هم بزرگ شدیم. از این به بعدم مصمم هستیم که برای همیشه کنار هم باشیم. ادا، میخوام همه بدونن که چقدر برام مهمی. بهت قول میدم که به هر قیمتی که شده ازت حمایت میکنم و همیشه کنارت میمونم. دوستت دارم و همیشه خواهم داشت. اینجا چی کار میکنی؟ با من بیا. چی؟ بهت میگم با من بیا. داری چی کار میکنی؟ بهت میگم بیا.
هارون داری چی کار میکنی؟ کجا میخوایم بریم؟ هارون هارون میگم کجا میری؟ ولم کن. رابیه عالی بود، عالی بود، مگه نه؟ چطور بود مامان؟ از اجرا خوشت اومد؟ خیلی خوشم اومد، ولی انگار ادا رو اذیت کردیم. دختر پیش خانوادش معذب شد. جمیل چه میشه کرد؟ جوونن دیگه. راست میگی، من الان میام. سلام عمو جمیل. انگار من با دیدن مامانم اینجا زیادی هیجان زده شدم. اگه ادا یا شما رو رنجوندم واقعا معذرت میخوام، ولی میخوام بدونین که دخترتون رو واقعا از ته قلب دوست دارم. تا بیشتر از این گفتمون نشده بهتره بریم. جلوی در خلوته. دخترم ادارم صدا کن. باشه بابا. من صداش میکنم آبجی. پس هارون کجا مونده؟ دخترا ببخشین، معذرت میخوام. ادا رو ندیدین؟ دختر رو از باباش ترسوندی، اونم فرار کرد. هارون همه نگران میشن. میخوایم بهشون چی بگی؟ هرچی که لازم باشه میگیم ادا باشه. خسته شدم از اینکه به خاطر دیگران زندگی کردم. خسته شدم. دیگه از این به بعد فقط من و تو هستیم. میدونی از چی گذاشتیم هارون؟ نمیخوام بدونم ادا. دیگه هیچی برام مهم نیست. ولی برای من مهمه. اونا کسایی هن که دوستشون داریم، خانوادمونن. نمیتونیم از اونا جدا بشیم. از من چی؟ میتونی از من جدا شی ادا؟ میتونی دور بودن منو تحمل کنی؟ هارون این کارو نکن. ما مجبوریم برگردیم. نمیشه. دیگه راه برگشتی نیست ادا. میدونی که چقدر دوست دارم. نمیتونی به اندازه من دوست داشته باشی. ممکن نیست کسی تو رو به اندازه من دوست داشته باشه. ولی این کافی نیست. باید به فکر دیگرانم باشی. دیگه دیگرانی وجود ندارن. دیگه گذشته ای نداریم. همه چیزو همه کسو پشت سرمون میذاریم. خواهرم اون به چه حالی میفته؟ هیچ فکر کردی؟ داغون میشه، پریشون میشه، دق میکنه. ما چی؟ ما چطور زندگی کنیم؟ نمیتونیم فراموش کنیم. جواب دیگران چی میدیم؟ بگو رفتیم، فرار کردیم، هر چی میخوای بگو ادا. نمیتونم اجازه بدم کسی دیگه دست تو بگیره. نمیتونم ولت کنم. فکر میکنی من دوست دارم ولت کنم؟ من میخوام تمام عمرم مال تو باشم. تازه فقط من نیستم که. پس ساکت نشده. حرف دل تو بگو. دیگه مخفی کاری بسه. نمیتونم. خواهش میکنم برگردیم. ما نمیتونیم با هم باشیم. آشناییمون یه اتفاق بود که نباید میافتاد. دیگه بر نمیگردیم. بهتر فراموش کنیم. نمیتونم این کارو با خانوادم بکنم. ولی من میکنم. میفهمی؟ تو مقصر نیستی. بگو من رو دزدید. مثل یاغی‌ها به زور کرد منو تو ماشین. من نمیخواستم ولی منو به زور برد. نمیتونی منو به زور ببری. این کارو نکن. چطور میخوای مانعم بشی؟ باهات نمیمونم. هر جا که بریم بازم برمیگردم. میفهمی؟ من مجبورم. من زندگی خودمو دارم. چه زندگی ادا؟ زندگی با طلقه رو میخوای برگردی کنار اون؟ ادا اینو میخوای؟ آره میخوام کنار اون باشم. تو رو نمیخوام. باید برگردی. باشه هر طور که تو میخوای. برو کنارش. زود باش. برو دیگه. برو کنارش. برو گم شو. برو هر جا که دوست داری. برو هر کاری که میخوای بکن. با هر کی دوست داری باش.
فرار کن بریم.